سلام بانو هستم از سوگوان. حال دلتون چطوره؟ امروز که تصمیم گرفتم متن این ویدیو رو بنویسم که احتمالاً 1-2 روز بعد این ویدیو ضبط بشه و به اشتراک گذاشته بشه و شما ببینین، سالگرد دایی کوچیکمه. کلاً ماه مهر برای من ماه سالگرد هاست، عزیزانی از خانواده که پر کشیدن و حتی سالگرد بیمارستان رفتن مادرمه. مادر من ماه مهر رو 1 ماه تمام در بیمارستان در جدال با ویروس کرونا بودن. دایی کوچیکه منم متأسفانه در سالهای کرونا جزو افرادی بودن که این ویروس عجیب در واقع باعث پرواز کردنشون شد. یادم اون روز تو خونه تنها بودم که مامانم زنگ زد و بهم خبر پرواز دایی رو داد. بعد از شنیدن خبر رفتم حموم زیر دوش که کمی آروم بشم و شروع به گریه کردم. یادم حتی سرم رو تکیه داده بودم به دیوار حموم و اسم این عمل دیگه گریه کردن نمیشه گذاشت، زار میزدم، حق میکردم و یادم تو اون حالت میگفتم آخه دایی چرا عجله کردی؟ چرا با بیماری مبارزه نکردی؟ چرا اینقدر زود رفتی؟ بچه‌ها بهت احتیاج داشتن، چرا اینقدر عجله داشتی؟ خلاصه اینا رو گفتم که به قول معروف ببینیم که من هم سوگ رو تجربه کردم. البته این از قسمت اول گفتم که من به شکل‌های مختلف سوگ رو تجربه کردم و تجربه انواع سوگ دارم. جدا از مرگ به شکل‌های مختلف سوگ‌های مختلف رو تجربه کردم. و اینا رو گفتم بدونین که سوگ افراد چهره‌های مختلفی داره. ممکنه تجربه مشابه من داشته باشین یا به شکل‌های دیگه. حال احوال و تجربیات افراد در رابطه با سوگ متفاوته. یه جوری سوگ هر فرد مثل اثر انگشت میمونه. مثل اثر انگشت افراد که ویژه اون فرد و خاصه، سوگ افراد هم خاصه و ویژگی خاص خودش رو داره، شکل خودش رو داره. در بعضی موارد با هم شاید شباهت‌هایی داشته باشن، اما در خیلی از موارد هم با هم تفاوت دارن. 2 فردی که تجربه خیانت دیدن داشتن، سوگ خیانت رو تجربه کردن، یک جور این سوگ رو تجربه نمی‌کنن. 2 فردی که فرزندشون مهاجرت کرده و رفته، سوگ مهاجرت رو یک شکل تجربه نمی‌کنن. این موضوع در همه سوگ‌ها مشترکه. یه نکته رو یادآوری کنم که سوگواری عزاداری نیست. سوگ با عزا فرق داره. عزاداری یه دوره زمانی داره و اگه فرد توش بمونه و همش در حال عزاداری باشه، حتما باید درمان بشه و کمک بگیره. اما سوگ جاری تو زندگی ما و بسته به نوع سوگ و فردی که سوگ رو تجربه میکنه، زمان بودنش متفاوته، زمان ادامه داشتنش متفاوته. در خیلی از افراد این سوگ همیشه در زندگی جاریه. در واقع سوگ همیشه هست، یه فضایی از ما رو اشغال میکنه و هر بار که خاطره‌ای بیاد اون سوگ چراغش روشن میشه. جدا از خاطرات ما مینهای سوگی داریم. مثلا اگر عزیزی رو در اثر مرگ یا مهاجرت یا طلاق و خیانت و خلاصه به هر دلیلی از دست بدیم، وقتی که از خیابونی رد میشیم که با اون فرد اونجا خاطره داشتیم، میشه مین سوگمون. رستوران و کافه‌ای که با هم رفتیم میشه مین سوگ ما و هر بار اونجا بریم اون مین فعال میشه، حتی اگه 10 سال از کنار هم بودنمون گذشته باشه. و بله، این مین‌ها وقتی منفجر میشن ما دردمون میاد، خیلی هم دردمون میاد. نمیشه از مین‌های سوگ فرار کرد و احساساتی که مین فعال میکنه رو سرکوب کرد. زندگی پر از این مین‌هاست که کسی که سوگ رو تجربه نکرده ازشون خبر نداره و نمیتونه متوجه بشه که فرد سوگوار چی تجربه میکنه. و ممکنه به فرد سوگوار بگه ای بابا از فضا لذت ببر، تموم کن فکرای بد و بخند، مثبت باش، حالشو ببر. خب دوست خوبم، شما هم یه همچین برخوردی با فرد سوگوار داشتین؟ راستشو بگین. شاید تو دلتون یا مستقیم گفته باشین بابا 10 ساله که پدرت فوت شده، بعد تو اومدی رستوران که با هم یه غذای لذیذ بخوریم اما بغض میکنی. تجربهشو داشتین؟ اون لحظه که مین فرد سوگوار منفجر میشه و فرد این مین رو تجربه میکنه، میتونین دستش رو بگیرین، میتونین بغلش کنین، میتونین در سکوت همراهیش کنین، یه فرصتی بدین تا بتونه اون مین رو مشاهده کنه و حضور امن شما رو کنار خودش احساس کنه. حس امنیتی که شما بهش میدین یه هدیه بزرگه و همراهی شماست با فرد سوگوار. یادتون باشه سوگ بیماری نیست که بخوایم زود درمانش کنیم یا بخوایم به زور فرد سوگوار رو
ازش خارج کنیم و بخوایم این بیماری رو سریع درمان کنیم. سوگ یه حس و تجربه درونیه و ما باید فقط یاد بگیریم که با وجود سوگ و در کنار سوگ و با وجود لمس سوگ به زندگیمون ادامه بدیم. حتی اگه دردمون بیاد، سوگ هم یه چهره دیگه از عشقه. پس در کنار هم با ایجاد حس امنیت این چهره عشق رو لمس میکنیم و تجربه میکنیم. خب به آخر ویدیو امروزمون رسیدیم. ممنونم که لایک و سابسکرایب میکنین و نظراتتون رو برای سوگبانی ها ارسال میکنین و خیلی متشکرم که سوگبان رو به عزیزانتون معرفی میکنین، چه اون عزیزانی که سوگ تجربه کردن چه تجربه نکردن. ممنون از پخش آگاهی بین عزیزانتون. خانواده سوگبان نیازمند همراهی و حمایت شماست تا بیشتر دیده بشه. ممنون از تک تکتون. تا ویدیوی بعد، خدا نگهدارتون.